برنامه امروز رو با یک داستان آموزنده فلسفی شروع می‌کنیم. پدری در بستر مرگ فرزندش را نصیحت کرد که فرزند، بعد از اینکه من مردم اگر خواستی ملکی، خونه، چیزی رو بفروشی، اول یه دستی سر و روش بکش، بعد بفروش. اگر خواستی قمار بزنی، برو با مشهورترین قمارباز شهر قمار بزن. اگر خواستی مواد افیونی، سیگاری، گرتی، چیزی شروع بکنی، برو با یک آدم مسن این کارو بکن. پدر مرد و فرزند خواست خانه را بفروشد. آن را تعمیر کرد، دید خانه نو شد، پشیمان شد. میخواست قمار بزند، یادش به وصیت پدر آمد و رفت آدرس مشهورترین قمارباز شهر رو پیدا کرد. دید توی یک خرابه نشسته داره گدایی میکنه. گفت چرا؟ گفت همه زندگیمو تو قمار باختم. فرزند پشیمان شد، نرفت قمار بزنه. رفت با پدر دوستش که فرد مسن و محترمی بود شروع کرد به مواد افیونی کشیدن و اتفاقاً معتاد قابلی هم شد و گلاب زد به این داستان آموزنده ما. آیه دکتر، من این داستان آموزنده رو که گفتم دقیقاً داستان مذاکرات هسته‌ای نظامه که تو مرحله آخر گلاب زد به نقش مسیر مقام عضوای ولایت. حالا میخواستم در مورد توافق هسته‌ای بپرسم که خب اینم بپرسم که نداره. صحبت نباشه. خوب خودت داستان فلسفی گلاب به نقش مسیر عضوان هم جوری تعریف کردی. خیلی موقعیت خوبی داری، سوالم میکنه. چرا آیه دکتر کش اومدن چند روزه مذاکرات در دقیقه 90 مسئله رو حل نمیکنه؟ خب عقلم خوب چیزیه، چون که 2 سال خورده کش اومد به کجا رسیدی که تو 2 روز خورده حل و فصل بشه. دروازه‌بان 6 تا گل خورده بود، بعد دقیقه 90 میمد جلو با هد بخواد گل بزنه. بهش گفتن عزیزم بی زحمت تو گل نخور، گل زدن پیشکشه. همه فهمیدن که عضوا هر طرف بره نصف ماشینشو میبارونه. اتمی رو بده، آیندهش به باده. اگه نده تحریم خفش میکنه. نه راه پس نه راه پیش، نشستن روی اره. آیا دکتر متاسفانه داستان فلسفی ما بد جوری تو پوزش خورد. یعنی شما گلاب پاش رو گرفتین روش. حالا با یه داستان فلسفی دیگه شروع میکنم. روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سوالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بگویم. بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید، ولی چون همه رفته بودند بیرون کسی نمیدونه چه سوالی کرد و چه جوابی شنفت. شرمنده‌تونم، ببخشین وقتتون رو گرفتم. راستی آقای دکتر اتفاقا این هم ربط پیدا میکنه به مذاکرات. همه کارها شد، کلی هم تو نظام پاچه همدیگه گرفتن و دعوا کردن، بالاخره هیچ کس نفهمید اونجا چی گفتن و چی شنفتن. با خط قرمز میدونی چیه؟ بله. نه اون کشکیه ها که عضوا خودش میذاره بعد 2 قدم بعد با لیله رو رد میشه. خط قرمز درست حسابی راستاستکی. میدونم. بله. خب 2 تا خط قرمز برات میذارم از این مدلی. یکی این که دیگه بحث هسته‌ای نمی‌کنی تا خودم خبرت کنم. دوم که مهمترم هست دیگه داستان فلسفی نمیگی. ناکس با همین داستانات گلاب میزنی به خط قرمزای نظام دیگه. آقای دکتر ببخشید من یه دلچرکینی هم از صحبت‌های اخیر مقام عظما دارم. همه دارم. که گفتن تو دولت قبلی سراغشون اومدن برای رابطه با شیطان بزرگ. سوالم اینه که حالا چه وقت رو کردن اینه؟ مقام عظما با این موضوع چی میخواد بگه؟ خب هیچی دیگه. زندگی مقام عضوای ولایت الان هر روز به شدت مشغول اثبات اینه که تازه کجاش دیدی این که چیزی نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهموده بزن بهادر عرض میکردم بله میفهموده که طرف پرسیدن راست میگه که شما همیشه اول فوش میدی بعدا سوال میکنی. طرف جواب داد غلط کرده کی گفته؟ اینجا عضوا میخواد بگه که رفسنجانی به تمام اکثر جات سابقه مذاکره و همه اینا خودمم، هرچی هم بشه تو کاری نیستی. آی دکتر من قرار بود با یه داستان فلسفی دیگه پل بزنم به دعوای سرای 3 قوه نظام تو همایش قوه قضاییه که بنا بود نمایش وحدت این 3 قوه باشه، ولی شما متاسفانه با خط قرمز اعلام کردن داستانهای فلسفی راه همو زدین و پرمو چیدین. پس خود شما اون داستان فلسفی رو بگین. خب این برای منم خط قرمزه.
پس جواب وحدت سه قوه چی میشه آیه؟ بعضی چیزا رو جوابش هیچ کی نمیدونه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن یه بی سواد زبلی بود کنار دست یه کامپیوتریست با سواد که لپتاپش هم تو دستش بود. کامپیوتریست گفت من جواب هر سوالی رو یک ثانیه تو اینترنت در میارم. زبله گفت شرط هم میبندی؟ طرف گفت آره. این گفت هر سوالی میخوای بکنی از من بکن، اگه نتونستم جواب بدم $50 بهت میدم. بعدش من یعنی کامپیوتریسته سوال میکنم، اگه تو نتونستی جواب بدی فقط $5 ازت میگیرم. زبله گفت بزن قدش. اون چیه که با 3 تا پا از کو میره بالا، با 4 تا پا برمیگرده پایین. کامپیوتریست کلی سرچ کرد، جستجو کرد، گیر نیاورد. گفت نمیدونم، این تو هم پیدا نشد، بگیری $50 رو. حالا چی بود جوابش؟ زبله گفت این $5 پیشت باشه، منم نمیدونم. روشن شد یا همچین بزنم که بری تو گوگل دنبال روشنایی بگردی برای آیه خودت؟ دکتر یه سوالی هم بد جوری اذیتم میکنه. مقام عظما که 2 هفته دنده رو جگر گذاشته بود و زیپ دهن رو کشیده بود و چیزی راجع به کارهای دشمنای برانداز نظام تو پاریس نمیگفت. چی شد که بند و آب داد و به حرف اومد؟ ناکس بنا نیست که تو هم بند آب بدی که سربسته بهت میگم، وارد این بحث نمیشم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که 3 تا تنبل شب خوابیدن یادشون رفت لامپو خاموش بکنن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هر کی اولین کلمه رو حرف بزنه باید بلند بشه لامپو خاموش بکنه. هیچی دیگه، همه ساکت موندن خوابیدن. 1 روز 2 روز 3 روز همینجوری گذشت. همسایه دیدن اینا خبری نیست، در رو باز کردن رفتن تو خونه دیدن هر 3 تا مردن. اولی رو کفن کردن، دومی رو کفن کردن، سومی رو که میخواستن کفن بکنن گفت من نمردم، خودمون زده بودم به مردن که چراغو خاموش نکنم. تا این حرفو زد اون 2 تای دیگه برگشتن گفتن خب پس بلند شو حالا لامپو خاموش کن که حرف زدی. روشن شد یا همچین بزنم که بری لامپا رو خاموش کنی بیای برای خودت. آیه دکتر من رسما مراتب اعتراض خودم رو اعلام میکنم. شما مقام عظما رو کفن پیچ کردی. مگه هدف این برنامه نجات این بدبخت فلک زده نبود؟ قربونت برم، تو 6 بعد خط قرمز زد که تو همین برنامه با اون سلسله داستانای فلسفی حالا فکر کفن عظما افتادی. تو هم میخواستی داستان فلسفی بگی. تو خودت داری مقام عظما میخواستی به کف رو دفع میکنی. قربونت برم قربونت برم کفنش کردن رفته از تو ژنو تا لوزان تا به کفنش